کودکان در کجا استراحت میکنند. اینک امروز در برنامه تماشا کنید. نقشه چهاربینی اویدی تعطیلی تابستان ترتیب داده شده است. بلاگه دادم میخوام مبلغش گران. خانم آشناشون که دایره میرن و باز میکنن اینجا نزدیک. برای پدر و مادر در دوره تعطیل خیلی معما است به سرابان ماندن کودکان. پیش وقت دوره مکتبینده مکتبانده خودشان در لاگرش بود. برای زبان آموزی رفت استفاده است. و مهم از همه محفل ها پر رایگان می باشند. نه خیر برای بچه اکون گران باشیدم چند با باشه همون 1000 تومان بودگی. برای سالمگردانی اول ما بچهای یتیمی بپرستار بسیارتر جلب کرده میشد. خوندن کتاب ها هم با بازی‌های شوق‌آور کودکان مشغول میشوند. استراحت باید که به نظر من در مکتب در دوام سال باشد.